سورپرایز! خیلی خوش اومدید به یک ویدیو آموزشی دیگه با پارنوساف. من امیر محمد هستم، کارشناس فنی پژوهشی تیم پارنوساف. تا آخر این ویدیو با من همراه باشید تا یک ترفند خیلی جالب از نرم افزار رو بهتون آموزش بدم. قبل از اینکه بریم وارد ویدیو بشیم، لایک و ساب و کامنت فراموش نشه. دکمه زنگوله رو هم بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای آموزشی با خبر بشید. بریم که ببینیم. در ادامه ما وارد منوی تعاریف سازه میشیم. استان، شهر، تعداد طبقات، سیستم‌های سازه‌ای رو به سازه معرفی میکنیم. کاربری طبقات رو هم همینطور که دارید میبینید من برای پارکینگ، برای بام و برای فضای مسکونی اختصاص میدم. وارد بخش تعاریف میشیم. میریم قسمت سقف و دیوار. تعاریف سقف و اختصاص رو باز میکنیم و اینجا ما میتونیم سقف سازه رو ببینیم. برام ببینیم واو، اینجا حتی لایه های سقف مورد نظرمون هم تعریف شده و نرم افزار پارنو قابلیت تعریف دیتیل های سقف هم برامون فراهم کرده، همینطور که توی تصویر دارید میبینید. خب بعد از تایید ما میایم بخش اختصاص سقف طبقات. به کاربری هایی که تعریف کردیم الان ما سقف رو بهتر دیتیل سقف رو اختصاص میدیم. همونطور که ببینید سقف تیرچه بروک به کاربری اضافه شد. خب حالا وقتشه که بریم سازه رو کنترل کنیم. آیتم های کنترلی رو انتخاب میکنیم. بهتر بگیم فقط برامون بارگذاری سقف و کنترل های بار مرده رو انجام بده. بعد از کنترل میبینید که نتایج خروجی ها به عنوان گزارش برامون داره نمایش داده میشه. حالا بریم سراغ دفترچه محاسبات، تولید دفترچه محاسبات. دفترچه محاسبات رو که باز کردیم، یه ذره که بیایم پایین‌تر، شماتیک کلی سازه رو برای دفترچه محاسبات آورده و همینطور دیتیل سقف رو ببینید کامل توی دفترچه محاسبات به صورت شماتیک ارائه داده شده. و حالا کنترل بار مرده کف‌ها، همینطور که می‌بینید داره برامون با توجه به اون دیتیلی که تعریف کردیم داره بار مرده طبقات رو هم برای ما کنترل میکنه توی این جدول. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار. پارنو، تحقق رویای محاسب.